العلی، الاعلا، المتعال. هر سه تا در قرآن کریم از جمله اسماء الهی آمده است. مثل که در سوره حج داریم آیه 62 و ان الله هو العلی الکبیر. علی از اسماء چی شد؟ الله تعالی. العلی، کلمه علی یعنی بلند مرتبه، بالا مرتبه. و البته علی به کی هم گفته میشه؟ به انسان هم اسم گذاشته شده، مثل که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اسم گذاشته شده و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم تایید کردن. و دیگه در سوره مبارکه اعلا داریم سبح اسم ربک الاعلی، به پاکی یاد کن اسم پروردگار بالا مرتبه خود را. اعلا همون معنای علی رو تقریبا میده، یعنی هر دو یک ماده از علو و بلندی گرفته شده. معنا رو بعداً بیشتر توضیح میدم. یا در سوره لیل آمده الا ابتغاء وجه ربه اعلا، این عمل نیک را انجام نداده است مگر برای طلب دیدار پروردگار بالا مرتبه خود و بلند خود. یا در سوره مبارکه رعد آیه 9 آمده عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال. متعال هم چی شد؟ از اسمای الله متعال. الاعلا و المتعال هر سه تا هم در کجا آمده؟ در قرآن کریم.